یک جوان توجیک در شهر سنت پترزبورگ روسیه به گفته کنسولگری تاجیکستان در تشکیل اهرام فریب متهم می شود. به قول میانروان پیرامیده آفریده محمود عبدالرحمنوف از فروش بلیط‌های قلبکی هواپیما عبارت بوده است. از این قلوبی دست کم 400 نفر توجیکان به مبلغ از 8 تا 12 میلیون روبل روسی زیان دیدند. همکارم عبدالله اشوروف از پی تحقیق این موضوع بود و حالا با ما در استودیو قرار دارد. عبدالله سلام و خوب نخست بگو که در عصر اینترنت و فناوری ها که درستی اسناد از جمله بلیط های الکترونی را نیز سنجیده می شود، چگونه صدها نفر به دام عبدالرحمنوف افتادند؟ سلام شالا. محمود عبدالرحمنوف جوان 29 ساله از زاده شهر وحدتی تاجیکستان در شهر سنت پترزبورگ روسیه نخست به باوری یک گروه از میانروها درآمده است. در آغاز او بلیط های اصلی را خریده از نرخش ارزانتر به شخصان علاهیده و توسط میانروها به آدمان فروخته است. وقتی یک گروه از میانروها به بلیط های ارزان عبدالرحمنوف باور میکنند و شبکه ساخته او گسترش مییابد، او با وعده بلیط از صدها نفر پول گرفته به آنها بلیط قلبکی میدهد. میانروها که چیپته های قلبکی را به مردم فروختند از اهرام فریب و یا پیرامیده ساخته عبدالرحمنوف به مبلغ میلیون ها روبل ضرر دیدند. مشتریان فریب خورده از میانروها پول بلیط ها را بازپس میخواهند خود عبدالرحمنوف باشد. به گفته میانروان از 5 دکبر این جانب بی‌درک است. میانروان میگویند بار آخر پاسخ دهنده خودکار تلفن عبدالرحمنوف با زبان ترکی و انگلیسی پاسخ داد و آنها گمان دارند که او به ترکیه فرار کرده است. اما آیا این فریب کی آشکار شده است عبدالله؟ یکی از مصاحبان ما عزیزالله اسمتزاده شهروند تاجیکستان که باید روز 15 دکبر به تاجیکستان پرواز میکرد و توسط میانروها از عبدالرحمنوف با 15,000 روبل چیپته خریده بود گفت وقتی پول را داد میانرو به او وعده داد که 3 روز قبل از پرواز بلیط الکترونی را آماده گیرند. اما بعدا اینها فهمیدند که این بلیط ها قلبکی بودند، زیرا در این روز اصلا از شهر سنت پترزبورگ به دوشنبه پرواز نیست. اسمتزاده میگوید نرخ بلیط های قلبکی از نرخ بازار 4 تا 5,000 روبل ارزان بودند. برای مثال نرخ بلیط در فروشگاه ها 20-21 هزار روبل روسی باشد، عبدالرحمنوف توسط میانروها آن را به 15-16 هزار روبل میفروخت. او معمولا به مشتریان بلیط های شرکت های سامان ایر و شرکت اورالسکی اویالینی روسیه را میفروخت است. اما میانروها که در این داد و گریفت جلب شدند چی میگویند؟ اهل‌الدین عبداللهیف یکی از چنین میانروهاست که به دام اهرام فریبی ساخته عبدالرحمنوف افتاده از این داد و ستد بیش از 700,000 روبل زیان دیده است و مشتریان فریب خورده اکنون از او پول بلیط قلبکی را طلب دارند. عبداللهیف که روز 12 دکبر با رادیو آزادی صحبت کرد گفت از ماه اوگوست باز عبدالرحمنوف را میشناسد و آشناییش نیز با او از پیشنهاد بلیط ارزان شروع شده بود. به مثل عبداللهیف باز 7 نفر میانروان دیگر قربانی اهرام فریبی ساخته عبدالرحمنوف شدند. عبدالله آیا نفران زیان دیده به مقامات هم شکایت کردند و واقعا مقامات از این قضیه خبر دارد یا نه؟ بله شهلا، شهروندان زیان دیده و هم میانروان که از قلابی عبدالرحمنوف زیان دیدند به پلیس شهر سنت پترزبورگ و کنسولگری گنرالی تاجیکستان در این شهر عرض کردند. فاروق قاسیموف کارمند کنسولگری تاجیکستان در شهر سنت پترزبورگ روز 12 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت عاید این مسئله شهروندان با عریضه مراجعت کردند. شخصی که از آن چیپته خریدند عبدالرحمنوف محمود عبدالرحمنوف زاده 28 نوامبر سال 1990 بوده است. این مسئله تحت نظارت قرار دارد گفت او. نرخ بلیط هواپیما از روسیه به تاجیکستان نظر به دیگر کشورها خیلی گرانتر است و از این رو مهاجران همیشه در پی جستجوی بلیط ارزان هستند. با نظر داشت این ضرورت ظاهرا محمود عبدالرحمنوف اهرام فریب خود را مدت‌ها ساخته اکنون با ارزیابی میانروان از 8 تا 12 میلیون روبل را از خود کرده از قلمروی روسیه فرار کرده است. تشکر عبدالله برای معلومات فراگیر. مهاجران عزیز تبر میبینید پنیر بیپول تنها در قبقان است.